ما تا الان ماما، کاکا، خاله، دوست آشنا کلگیشون با ما قطع رابطه هستن. و من گفتن که تو باعث ننگی، تو باعث شرمی، تو باعث آبروریزی. مرا تو گفتن نامیت تغییر بده. بارها به من تهدید آمد که ما تو رو میکشیم، ایتو میکنیم. بارها ما میگفتم صدقه نمیتونیم. و امروز هم که حالا چطور شدم از آلمان فعلا سویدن آمدیم. پدر صدیقه مددگار در آلمان هم پشت دخترش را اعلا کردنی نیست. حال صدیقه کجاست؟ پس با من رضا پورکنشین در نکسون پلاس همراه باشید. سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای شنیدنی نکسون پلاس خوش آمدید. دختری از جنس مرد، دختری از جنس فولاد. براستی صدیقه مددگار کیست؟ صدیقه دختری است که از سال 2018 فعالیت هنری خود آغاز کرد به شرطی که فکر میکرد پدرش یا او را قبول میکند یا او را میکشد. بنابراین هدفش وی را به قله های بلند زندگیش رساند. من صدیقه مددگار هستم و سفر موسیقیم از سال 2018 به بعد با ستاره افغان شروع شد. چالش هایی که من با اونا را روبرو شدم انواعی از چالش ها بود. خانواده از یک سو بر طرف ما فشار می آورد. ما برای از یک ستاره افغان شرکت کنم باورتون میشه به این شرط آمدم که شاید یا پدر مرا بکشه یا قبول میکنه. من تا الان ماما، کاکا، خاله، دوست آشنا کلگیشون با ما قطع رابطه هستن. و من گفتن که تو باعث ننگی، تو باعث شرمی، تو باعث آبروریزی. مرا تو گفتن نامیت تغییر بده. بارها به من تهدید آمد که ما تو رو میکشیم، ایتو میکنیم. بارها ما میگفتم صدقه نمیتونیم، نمیشه. چون نبود کنار کسی که مرا تشویق کنه، ولی میگفتم نه، تو یک هدف داری، برای باید بجنگی تا روزی که به این هدفت برسی. زمانی که افغانستان به دست طالبان اشغال گردید، صدیقه نابودی خود در پیشروی خودش دید. با خود فکر کرد که گوش نکردن حرف پدر و مادرش وی را به این بلا و گرفتاری انداخت. اما یک روزنه امید نور خود را به صورت صدیقه نمایان کرد و صدیقه موفق شد در آلمان قبول شود. من تا حال باور نمی کنم که افغانستان سقوط کرده. و در دوره‌ای که افغانستان سقوط کرد در زمان ما تا یک ماه و یک هفته، یعنی تا 23 سپتامبر 2021 ما داخل افغانستان بودم و در آوارگی کامل به سر می بردم. وقتی کمپ رفتم از افغانستان انتقال پیدا کردم، در کمپ که رفتم فکر کردم مشکلاتم خلاص شد، حالا در یک جای هستم که امن هستم. ولی وقتی کمپ رفتم تازه آغاز سفر شده بود. من 9 ماه در بی سرنوشتی داشتم به سر می بردم. ولی در این اوج ناامیدی بر من یک دوستا تماس گرفتن، صدیقه جان تو در آلمان قبول شدی، چرا تماس نگرفتی؟ من گفتم مثلا خبر ندارم. صدیقه میگه که با آمدن طالبان افغانستان به گورستانی برای زنان و دختران تبدیل شده. فقط تنها فرقش با گور این است که میتونند نفس بکشند. از نظر طالب وجود زن اصلا خودش یک جنجال، مشکل، اصلا گناه. حالا که وجود دارن باید طبق زنام و چارچوکت که اونا میخواین باشن و اصلا ما حق نداریم گپ زیر بزنیم که ما میخوایم آوازخوان شویم، هنر، موسیقی. نه، الان دیگه دخترها آینده ایشان نامعلوم که هیچ بخید تاریکه. یک دختر میگه خب من چی کنم؟ تنها کاری که یک دختر در افغانستان میتونه اویست که نفس بکشه. صدیقه مددگار فعلا مشغول فراگیری دروس زبان خویش است و در آینده نزدیک شاهد کنسرت‌های ناب از این بانوی خوش آواز خواهیم بود، در حالی که تا به حال هم شاهد 2 کنسرت بزرگ در کشور سویدن از این بانو شاهد بودیم. به هر حال تنها آرزوی بزرگ این بانو برگزاری کنسرت بسیار بزرگ در خاک افغانستان است، با امید تحقق آرزوی صدیقه. خارج از افغانستان زمینه‌های رشد خیلی مساعده. من فعلا مصروف درس زبان هستم
و بعد از زبانم تصمیم دارم موسیقی را آکادمیک بخونم و امروز هم که حالا چطور شدم از آلمان فعلا سویدن آمدیم، دلیلش بود که یک کنسرت داشتیم، یعنی دومین استیج بزرگی بود که من اجرا کردم. بسیار شوق و ذوق خاص داشتم، از دو کشور به یک کشور آمدم، برنامه خیلی خوبی بود. انشالله که از همینجا کارهای هنریم شروع شود و بتونم به سفر موسیقیم ادامه بدم. آرزویم است که من یک دختر افغان هستم، از خاک افغانستان هستم. آرزویم است که در خاک خودم من کنسرت بدم بین مردم خودم، ولی امیدوارم شاید آرزو باشه.